درود فراوان به همه شما که با من هستید. امروز میخوام سری گفتارهای خودم رو که در مورد راه حل قهرمانانه برای تمام بدبختی‌های اسلام بوده اند با گفتار ششم خودم به پایان برسونم و شما رو تشویق کنم که زنجیرهای روحانی، دینی، اجدادی و فرهنگی اسلام رو بشکنید. اسلام دینی است که از هر جهت شما رو زنجیری کرده. به خاطر خوبی خودتون، خانواده‌تون و جامعهتون زنجیر اسلام رو بشکنید. اسلام به وسیله خدای فریبنده‌اش شما رو زنجیری کرده. بذارید براتون از قرآن مثال بزنم که چرا فریبنده است. سوره انفال در آیه 30 میگه که خدا حیله‌گرتر از همه است. آیا میبینید که عمق زنجیر خدای اسلام رو که چقدر پیچیده است، چقدر گرفتار کننده است؟ زنجیر یک حیله‌گر خطرناکترین زنجیره. شما به یک خدای حقیقی نیاز دارید، نه به خدایی که حیله‌گره. پس از خدای اسلام دوری بکنید تا گرفتار حیله‌هاش نشید. پیروی از خدای حیله‌گر زندگی رو از هر جهت گرفتار حیله میکنه. خدای اسلام در سوره بقره آیه 256 میگه که در دین اجباری نیست، که خیلی ها فقط به این آیه نگاه میکنن میگن که اسلام دین اجباری نیست. ولی در سوره توبه که آخرین سوره قرآن از نظر نزولش هست، در آیه 33 میگه که مسلمون ها باید اسلام رو به دیگران غالب بکنند هرچند اگه مردم ناراضی باشند. پس میبینید که خدای اسلام چگونه در دروغ گفتن مهارت داره. به شما میگه زمانی که به قدرت نرسیده اید از خود تظاهر به صلح بکنید، ولی همین که به قدرت رسیدید خود را به دیگران تحمیل کنید. این خدای دو به همزن نمیگذاره که شما در خانه‌تون و در اجتماعتون صلح و همانگی داشته باشید. از این خدا دوری کنید. در سوره اعراف آیه 27، در سوره انفال آیه 48، سوره مؤمنین آیه 97، سوره مجادله آیه 10 میگه که شیطان وسوسه‌گر، فریبنده و آزاردهنده است. ولی در سوره جن از آیات 1 تا 13 میگه که شیطان یا شیاطین از پیامبر اسلام خوششون اومد و دیگران رو با حیله تشویق کردند که به اسلام بگروند. میبینید که چگونه خدای اسلام به شیطان اعتماد میکنه؟ یک خدای واقعی به شیطان اعتماد میکنه؟ آیا خدایی که همکار شیطانه میتونه در راهنمای شما صادق باشه؟ ابداً. این خدا رو از زندگی خودتون بیرون بکنید. این خدا خدای واقعی نیست. خدای اسلام در سوره جمعه آیه 2 میگه که پیامبرش محمد رو فرستاد تا مردم رو به پاکی نفس هدایت بکنه. ولی همین خدا در سوره احزاب به پیامبرش میگه که میبینم که چشمت به عروست افتاده، پس اون را آشکار بکن. و اونم آشکار کرد. میبینید که خدای اسلام پیامبرش رو
تشویق کرد که فکر غیر اخلاقی خودش رو به عمل تبدیل کنه و عروسش رو از دست پسرخواندش بقاپه. یک چنین خدای غیر اخلاقی هیچ ارتباطی با خدای حقیقی نداره. از او دوری کنید. در سوره نحل آیه 67 میگه که شراب از خداست و برای انسانهای حکیم و منطقی هست که بنوشند. ولی در سوره مائده آیه 90 میگه که شراب از شیطانه. گویا خدای اسلام گیجه، نمیدونه چی به چیست. یه بار میگه که خودش شراب رو خلق کرده، شراب از اوست. یه جای دیگه فراموش میکنه که از او بود و میگه از شیطانه. در سوره غافر آیه 28 میگه که خدا هرگز دروغگو را هدایت نخواهد کرد. هرگز خدای اسلام میگه که دروغگو را هدایت نخواهد کرد، ولی در جاهای دیگه دروغ مصلحت آمیز رو رواج داده. به مسلمان ها میگه که برای رهایی از شر غیر مسلمان ها میتونید دروغ بگوید. به عنوان مثال، به عنوان یک نمونه از میان بسیار از مثال ها، سوره آل عمران آیه 28 رو بخوانید. میبینید که خدای اسلام خودش با آیات خودش میگه که فریبنده، دروغ و دروغگو هست. به خاطر اینه که میگم شجاع باشید و زنجیر این خدای دروغین رو به نام عیسی مسیح بشکنید و او را از زندگی خودتون بیرون بکنید. دارم برای شجاعتتون واقعا دعا میکنم که شجاعت به خرج بدید، این خدای دروغین و فریبنده رو از زندگی خودتون بیرون کنید. اسلام همین خدا به وسیله اجدادتون و به وسیله فرهنگتون نیز شما رو زنجیری کرده. اسلام به تو تحمیل کرده که دین اجدادی توست و حق نداری اونو ترک بکنی. یک دین و باور درست زمانی میتونه منطقی باشه که به اختیار آزادی فردی تو احترام بذاره و اون رو فدای هیچ چیزی، حتی فدای خدا نکنه. ولی خدای اسلام آزادی تو رو فدای دینش میکنه. میگه که دین اجدادی توست، نمیتونی اونو ترک بکنه. اگه ترک کنی باید کشته بشی. پس شجاع باش و این دین زنجیری رو که دین زنجیری ترس اجدادی توست اونو بشکن، اون زنجیر رو بشکن، خودت رو آزاد کن. اسلام به وسیله قانون به تو تعمیل کرده که زنان و دختران کمتر از مردان و پسران هستند. میگه که شهادت 2 زن برابر با شهادت 1 مرده. ارث پسران باید 2 برابر دختران باشه. این دین تبعیضگر رو بگذار زیر پات و زنجیرش رو پاره کن. ازش راحت شو، نترس. مانند من شجاع باش، مانند بسیاری دیگه شجاع باش که اسلام رو از زندگیشون دور گذاشتند. اسلام رو از زندگی خودت دور کن تا خانت و سرزمینت رو ترک بکنه و تو رو و تمام خانوادت رو و ملتت رو آزاد بگذاره. این دین زنجیری، خداش خدای زنجیریه. فرهنگت رو زنجیری کرده، قانونت رو زنجیری کرده. تا تو این زنجیر رو نشکنی کسی دیگه این زنجیر رو نمیشکنه. تو باید شروع کنی از زندگی خودت این زنجیر رو بشکنی تا از اون دین زنجیری آزاد بشی. واقعا برای شجاعتت دارم دعا میکنم. زمان زیادی هست من مشغول دعا برای شما هموطنان، همزبانان هستم.
شجاع باشید. ممنونم از این که دقایق رو امروز با من سپری کردید. خداوند یار و یاور همیشگی شما باد.